بریتانیای پیروز در جنگ جهانی دوم در سال 1919 میلادی یک دولت جدید را در ایران تعیین کرد، آن هم به ریاست وثوق الدوله که با پادشاهی انگلیس عهدنامه‌ای مبنی بر اداره شؤون لشکری و مالی دولت علیه ایران به مستشاری دولت انگلیس امضا کرده بود. بعد از آن دولت انگلیس یک روزنامه‌نگار ایرانی را که ضیاءالدین طباطبایی نام داشت به نخست وزیری برگزید. این شخص با افسری در ارتش ایران یعنی رضاخان همدست شد که پایتخت را از چنگ انقلابیون برهاند. ضیاءالدین دستور بازداشت تمامی معارضین و مخالفین را داد و همه را به زندان انداخت، از جمله سردمدار مجلس ایران سید حسن مدرس را. بعد از 3 ماه ضیاءالدین به نفع افسر ارتش رضاخان میرپنج که حکومت شاه قاجار احمد شاه را برانداخت کنار رفت. رضاخان در سال 1926 میلادی خود را پادشاه ایران نامید. رضا شاه کورکورانه از تجربه کمال مصطفی آتاتورک در ترکیه تقلید میکرد. آتاتورک دستور کشف حجاب را داد و مساجد را به موزه تبدیل کرد. رضا شاه از آنکارا جهت استفاده از تجارب آتاتورک دیدن کرد. در سال 1935 رضا شاه علمای دین را از برسر کردن عمامه منع نمود و مجبورشان کرد لباس غربی بپوشند. در سال 1936 دستور کشف حجاب را صادر کرد و بعد از آن دستور داد که بر حسب تقویم سال هجری قمری عمل نشود. همینطور دستور داد که مراسم عزا در عاشورا رسما تعطیل شود. دستور عدم خواندن خطبه نماز جمعه و تعطیل تدریس مسائل دینی و قرآن از دیگر اقدامات او بود. همسر رضا شاه هم بی حجاب وارد مسجد حرم معصومه سلام الله علیها در قم می شود و همین که یکی از خدام حرم از او می خواهد که لباس مناسب بپوشد مورد ضرب و شتم شدید محافظان او قرار می گیرد.